اتفاق کسبه تاجیکستان می‌خواهد دادستانی کل قضیه پرداخت جبران مرگ یک کارمند ساحه معارف دوباره بررسی شود. اون موادهایی که به ما پیشنهاد شدن از جانب پرکاتور شهر ترزمزاده اون رو مورد آموزش قرار دادیم و باید ذکر نمود که طرف‌ها در بعضی مسائل‌ها یعنی به یکدیگر راضی نیستند. نماینده اتفاق کسبه میگوید اکبر میرزایف پاسبان مکتبی رقمی 11 ترسنزاده هنگام کار هلاک شده است و به خانواده او باید جبران پرداخته شود. با یاری مقامات‌های وکالتدار دولتی ما به اون نائل میگردیم که یعنی اون امتیازهایی که از قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان برمی‌آید نسبتی اهلی اعضای عائله اون نفر که بی‌سرابان ماندند باید که عملی کرده شود. اکبر میرزایف پاسبان 53 ساله مکتب نیمه شب 30 مارس در جای کارش 16 ضرب کارد خورده است. او بعد از 4 ماه فوتید. طبق بند 343 کودکس مهنت هنگام فوت کارمند ضمن اجرای کار بر علاوه به کمک پولی فرزندانش باید به خانواده او به اندازه 60 ماه کاری کارمند کمک پولی یک دفعه پرداخت شود. اما خدمات نظارت در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی با ادعای اتفاق کسبه و خانواده پاسبان کشته شده راضی نیست. مسئولین خدمات با تکیه به خلاصه تشخیص طبی و شهادتنامه فوت میگویند اکبر میرزایف بر اثر سکته مغزی فوتیده است. آخران حالتی که به همین فکر میکنم مساعدت کرد به فوت همین جبر دیده این در وقت مرافعه سودی اشتراک کردن وی وضعیت سلامتیش وزین می شود و وی رو همگی یک روز در بیمارخانه بستری میکنند و از سکته معاینه سر فوتیدگی است. لیکن من فکر میکنم این از همون زخم برداری که وی در جای کارش برداشت شد نتیجه همون بود. خانواده مرحوم میگوید اکبر میرزایف تا زمان حمله مشکلی صحتی نداشت. همسرش زلیخا میرزایوا گفت بعد کارد خوردن او سخت عذاب میکشید. ضرب کارد همین وای نمیماند چه میگم ایرین. همین دکتر دمخواه رفتیم گفت که خانه رو بید گفت نقص میشه گفت اساس گفت. به گفته او پس از فوت سرابان عائله زندگی برای او و فرزندان سخت و سنگین شد. بچه‌م 8 برو آورده گفتم که 9 برو آوردم. همین استلوید کار کرده گو بیام اویلکش میتیه گو نمیتیه. شمشاد کوگانوف رهبری مکتب تحصیلات عمومی رقمی 11 در جماعت نواباد شهر ترسنزاده که اکبر میرزایف در آن پاسبانی میکرد میگوید او بعد از حمله در مکتب دوباره به پا خیسته بود و نیت داشت به کار برگردد. خودش گفته بود که اگه کم ترک دیگه وای کنه با کار دام میبرم گفته است دیگه کمی خیلی شید. خب با اویلاش ما دیدیم وضعیت وایش اویلاش و در مکتب خدمت همچون فروش حاضر یک نیم واحد کاری با کار قبول کردگیم. مسئولین اتفاق کسبه که برای پرداخت شدن جبران به خانواده پاسبان تلاش دارند میگویند اگر دادستانی درخواستشان را اجرا نکند به دادگاه مراجعت خواهند کرد.